سلام دوستای عزیز، امیدوارم که جور و صحت و سلامت باشین. خوش آمدین به یک ویدیو جدید. امروز قراره که شما رو ببرم به یک کشور دیگه، ولی پیش از اون مایم که خریداری کنم. سوپرمارکتی که نزدیک خونه ما هسته نتوه و فکر میکنم نسبت به دیگه سوپرمارکت ها کمی ارزون تره، اما در کل به این روزا خیلی قیمتی شده، یعنی همه چیز قیمته. دیگه من اینجا برای خود سب گرفتم، مالته گرفتم. بعد از اون آمدم به بخش شیر همیشه به یخچال به گرم باشه، چون همیشه ضرورت میشه یا به کیک پخته کردن یا به دیگه چیزا. و شاید به شما سوال خلق شه که اگر من قراره برم به دیگه کشور چرا خریداری میکنم به خونه؟ چون شاورما به خونه هم و باید زیاد چیزا به خونه باشه، چیزایی که لازمه که باز دوباره سرگردان نشم. اینجا هم دیگه عسل گرفتم. این عسل ها هم به من یکی از خاله جانا معرفی کرد که خیلی خوشمزه و این اولین بادومیه که من از نتو خریدم و واقعا مزه‌دار بوده، یعنی خیلی طعم خوبه داشته، مثل مزه بادوما افغانستان وری میده. اکثریت وقت من نون رم به خونه پخته میکنم، به خاطر از بیرون خیلی نون نمیگیرم، چون قیمت هم افته بسر من میگم از اینکه به خونه بیتر پخته کنم بیتر تر سهی تر هم هسته. یه هم که خمیر مایه. بعد از بیامدم اینجا که چلو پوسکن دیدم. راست پرسان کنیم اینقدر مقبول بود که بخید دلم سر نبرفت، ولی من دشتم نماستم که اضافه بخرم، چون جام کم از اون خاطر هرچی هم نمیخرم. اینجا هم دیگه هم سودا خوربه گرفتم، پک کردم که برم طرف خونه. اینجا هم دیگه حرکت کردم طرف خونه. عوام خیلی خوب بود ولی کمی خنک بود. دیگه از خونه به شما فیلم نگرفتم. اینجا راسان آمدم به استیشن بوس که حرکت کنم طرف کشوری که قراره برم. از اینجا هم دیگه حرکت میکنم میرم طرف بانوف هم که هست مین استیشنه. بعد از رسیدم داخل بانوف. اینجا بیامدم یک کتاب فروشی داره که خیلی خوش میاد، همیشه برم سیل کنم. دیگه اینجا عکس ملاله یوسف سیر دیدم، نمیفهمم این بیچاره چرا مشهوره. بعد از اون گفتم باشه که یک کافی بخورم و یک شیرینی چیزی ان خود بگیرم که به اعصاب آروم حرکت کنم. اینجا به اجازه شما دیگه به خود کافی گرفتم، کاپوچینو. دیگه خود یک شیرینی یکی هم بگرفتم برای خود که با اعصاب راحت برم. راست پرسان کنیم این دومین بار یا سیومین بار منه که تنها سفر میکنم و برای من خیلی لذت بخشه. به این خاطر نه که نمیخوایم همسرم با ما باشن یا کس دیگه نباشه، به این که آدم خیلی مسئولیت پذیر میشه، یعنی بعضی مسیرها باید تنها بری یاد بگیری. دیگه از اون خاطر به من خیلی لذت بخش بود. یه هم بکس منه و توفیه که برای دوست خود جور کرده بودم، البته نقاشی کردم با شاید پسانا نشون بدم ولی فعلا نمیدم. بعد دوست من برای من گفت من به جایی که میخوای بیایی به اونجا نیوم یک استیشن بالاتر بیام. دیگه من یک استیشن بالاتر رفتم، حرکت کردم، دیگه بالاخره برسیدم. صبح به شما میگم که با کجا میرم، دیگه دل شما رازی بیشتر او نمیکنم. بالاخره برسیدم و خونه خبرخونده خوب. بیچاره چای دم کرده بود، خیلی زحمت کشیده بود. فیلم هم با هم دیگه بدیدیم. دیگه بعد زو قرار خوب شدیم. یه صبح شما بخیر، گود مورنینگ. انا دیگه به شما میگم که من به کجایم. خب دفعه دیو منه که آلند آمدم. اینجا یک خبرخونده منم و یک پروگرام خیلی عالی داره، از اون خاطر منم دعوت کرد. اول بیامدیم با آرایشگاه آمدیم که قرار بود آرایش خور کنه، موها خور تیار کنه و به من خیلی شله بود که تو هم باید خود آرایش کنی. اول خب من اصلا رزی نبودم، به خاطر ازی که هیچ آرایش خوش ندارم و می آرایشگرا هیچ نمیفهمن که به میروم چی بزنم که مقبول معلوم شد. ولی بازم آرایش کردم دیگه. خلاص باز حرکت کردیم طرف جایی که قراره بریم، ایونتی که از خبرخونده منه. همه چیز اینقدر مقبول و ظریف تیار کرده بودم که آدم دیگه دل آدم نمیشد که به هیچ چی دست بزنم. بیام از داخل محفله که همگی میمونا بیامده بودن. این از میز شیرینیه که تمام شیرینی ها افغانی بود و همگی هم خوشمزه بود. دیگه وقت نون شد، غذای هم خیلی خوشمزه بود. جاش ما خیلی لذت بردیم از نون، محفل، همه چیز. اینجا هم دوست ما قراره کرده شیشته نون میخوره و من از پرسان میکنم که چی رقم مزه میده یا نه.
اینام دیگه خورخوندگه کامنم. به اینام که هستم مادر اینایم که خیلی واقعا یک زن مهربان و خوش اخلاقیه. محفل از طرف شب بود دیگه، از راه شما بازو فیلم نگرفتم دیگه. این سبا صبحیونه یعنی روز دیومه که با آلندم. این روز دیگه خیلی برف برید و خورخونده میگفت اصلا اجازه نداری که تو بری. میگرم اینجا یک روز دیگه بشی با بعد زود سوان دیگه سبب تو تکت بوک میکنم برو. مر بیارد به شاپینگ مال. اینجا دیگه خوب ساعت خورد تیر کردم، زیاد چیزا رو بدیدم ولی زیاد چیزام نخریدم. راست پرسان کنیم مزمی به دلیجا توی چیزا که هسته خیلی علاقه خاصی به چیزا ندارم. میگم اگه داشته باشم به خود طلا بخرم بس خلاص. اینجا هم کمی خریداری کردیم. اینجا هم ایر به شما نشون دادم که خیلی جالب بود. دیگه اینا به من خیلی جالب بود. از میوه‌جات گوشواره تیار کرده بودن که خیلی عالی بود. بعضی چیزا خیلی خوشاینده ولی من نمیفهم، خیلی دوست ندارم ولی خیلی مقبول بودم. اگر مثلا نقره و طلا می بودن خیلی خوب بود ولی من بودیجی رو هم نمیداشتم باز بخرم دیگه. این هم داخل مالیه که به شکل دبی ساختن، خیلی مقبول بود واقعا. از وقتی که ما آمدم تا اولین مالی بود که خیلی خوشایند بود بریم که دیدم. شاید من زیاد جار ندیده باشم ولی خیلی خوب بود. بعد از اون هم یک چای میوه‌ای خوردیم، خودی یک دونه وافل. به این روزا نمیفهمم چی کار شده، اینقدر ردبول میخورم که بیاد و بیاندازه. خدا دیگه خیر مر پیش کنه. حرکت کردیم طرف خونه. این هم دیگه سبا صبحیانه. اینجا دیگه گفت نه نمایی که بری هنوز برف میباره. گفتم نه من باید برم که به شوهر خو وعده کردم. از بس به من تحفه دادم دیگه. بکس خوردم به بکس کلونم تبدیل شد. اینجا هم که برف میبرید، چی برفی میبرید. من خیلی برف دوست دارم. بعد ممرا با برار خورخونده خوب خانومی و اردو تا اینا تا یک استیشنی برسوندم باز نزدیک به آلمان. باز بعد از هم دیگه من حرکت کردم به ترین گرفتم آمدم طرف خونه. بس دیگه درا خیلی گوشنه شده بودم بیاندازه و همیشه که گوشنه میشم از برگرها. اینجا یک خانومی هسته که داخل بانوف خیلی مزه‌دار پخته میکنه دیگه. از برگرها از این بر خوبه گرفتم و بخوردم و نگفتنمونه خیلی صفا کار میکنه، یعنی بی حد و بی اندازه پاک صفا با سلیقه با سرشته کار میکنه. من تمام کار زیر از اول تا آخر دیگه میته سیل میکردم، خیلی با سلیقه کار میکرد. اینجا هم دیگه کم کم رو به شو شد. من برسیدم به خونه و وقت توفه باز کردن شد که خاله جان دست نادرد نکنه پنیر به من خریده بودم که خیلی پنیر خوشمزه بود و این هم توفه دیگه. تا آخر سعی کنیم که داخل از این توفه چیه. خیلی یک چیز خوبیه، خیلی یک چیز به کار آمدیه. دیگه بیچاره به من خیلی زحمت کشیده بودم خیر ببینم. بریم دیگ چودنی گرفته بودم 3 دونه که خیلی به کار آمده و در واقعیت من نداشتم من بخونه، چون من فعلا با آیم زندگی میکنم. از اون خاطر دیگه خیلی به خوب وسایل نمیخرم. میگم جام تنگ میشه و ضرورم نیه دیگه، از اون خاطر نمیخرم. لیکن خیر ببینم به من بخریدم، خیلی چیز به کار آمده بود. دیگه کم کم میرسیم به آخر ویدیو. خدا کنه که این ویدیو خوش شما آمده باشه. من دیگه خیلی تجربه ندارم، از اون خاطر کوشش میکنم این ویدیو جور کنم، خاطر علاقه دارم با ویدیو جور کردن. اما اگه خوش شما آمد لایک، شیر، سابسکرایب یا چما نره. تا ویدیو بعدی خدا یارم.